نمیگه. بیخیال رفیق، قول داده بودی اتاق تو مرتب میکنی. جونتو یادم رفت بابا. راستی میدونی اگه یه قورباغه و توتی ازدواج کنن چی میشه؟ پسرم الان وقتش نیست. بچه‌شون میشه قوطی. آره خنده‌دار بود ولی دلیل نمیشه وضع اتاقت این باشه. هی بابا به نظرت اگه یه گوریل بیاد خواستگاری ریچل اون چی میگه؟ پسرم تو قول دادی اتاق تو از مرتب خودشم کنی. از شوهر کمه. هی شنیدم چی گفتی؟ همین الان از خواهرت عذرخواهی کن. نه تو خواب ببینی. هی بابا یه روز یه نفر میره مغازه. دیگه کافیه. بذار من برات یه جوک بگم. وای جوگوی کیوری تو. باشه پس خوب گوش کن. چه اتفاقی میفته وقتی پدر تو با یه رفتار بد اذیت میکنی؟ یه راهنمایی میکنی؟ یه راهنمایی نمیکنی؟ آره بابا بزن حالشو بگیر. ای بابا به نظرت اگه وایتکس رو با آمونیاک ترکیب کنیم چی گیرمون میاد؟ گاز سمی؟ این که خنده‌دار نیست. این که خنده‌دار نیست. این که خنده‌دار نیست.